با درود، 2 بعد از ظهر تهران است و شما بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت. همزمان ارتش آمریکا از حملات به سایت‌های راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای سپاه خبر داد. فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی با محاصره دریایی بنادر ایران. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده میگوید فعالیت جزیره خارک متوقف شده و وضعیت صنعت نفت ایران بحرانی است. کارزار مردمی ایران اینترنشنال: آنچه در شب‌های جنایت رشت اتفاق افتاد. جزئیات تازه از روند درمان معترض مجروحی که خود را سپر جان برادرش کرد. امین پیرو با شلیک گلوله مأموران در زندان لاکان کشته شد. نقض آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان. نتانیاهو دستور حمله به مواضع حزب الله در حومه جنوبی بیروت را صادر کرد. و در ادامه این بخش خبری، بازتاب ادامه سرکوب‌ها همزمان با بحران‌های اقتصادی در روزنامه‌های ایران. شرق از اخراج، تعلیق و پرونده سازی برای دانشجویان معترض نوشت. دنیای اقتصاد از بحران در صندوق‌های بازنشستگی خبر داد.